الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من امروز به عنوان یک دختر مسلمان خودم با شما صحبت میکنم در مورد گوهری به نام حجاب. حجاب یعنی مراقب باشیم چی میگوییم و چی میپوشیم. ما دختران زینت دل خانواده های خویش هستیم. اگر دل ما با یاد خدا آرام باشد، زندگی اطراف ما هم زیبا می شود. الله متعال ما را آفریده تا با حیا، با صداقت و با ایمان بدرخشیم، نه با ظاهر و مقایسه و تقلید از دیگران. خواهران گرامی، حجاب تنها یک لباس نیست، بلکه پرچم بندگی و عزت زن مسلمان است. الله متعال در قرآن کریم حجاب را نه به عنوان اجبار بلکه به عنوان حفاظت مهربانانه برای زن مسلمان معرفی کرده است. چنانچه که الله متعال در سوره احزاب آیه 59 می فرماید: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ای پیامبر، به همسرانت، دخترانت و زنان مؤمنه بگو که پوشش خود را بر خود فرو اندازند. این برای آن است که شناخته شوند و پاکدامنی و عفاف و آزار و اذیت نبینند. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد فرمودند: الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه. حیا بخشی از ایمان است و جایگاه ایمان در بهشت است. پس خواهرم، حجاب صدای خاموشی است که میگوید من کرامتم را و عزتم را به نمایش نمیگذارم. من با خدا معامله کرده ام. با هر قدمی که در مسیر حجاب برمیداری، گامی به سوی رضای خدا برداشته ای. این راه آسانی نیست، ولی راهی است که به عزت، آرامش و پاداش عظیم ختم می شود. در جامعه‌ای که نگاه‌ها بیمار است، زن با حجاب چون گوهری در صدف محفوظ است و این انتخابی است که فقط زنان بزرگ و با بصیرت آن را درک می کنند. بیایید در دنیایی که به ارزش زن به چشم ظاهر می نگرند، ما نشان دهیم که زن بودن یعنی باوقار بودن، یعنی مسئول بودن، یعنی مؤمنه بودن. اللهم ثبتنا على طاعتك و هدایتك واجعل حجابنا نجاة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.